صریحی که داره به نظرتون چیه که بعد بریم مضامین ضمنیش رو بگیم و تفاوتش رو با فیلمی که در آمریکا ساخته میشه با همین مضمون و فیلمی که در هنگ کنگ ساخته میشه با همین مضمون چی میتونه باشه؟ نظرت چیه؟ این فیلم میتونید اینجا به نظرت وقتی فیلم رو دیدید همیشه میگم وقتی که فیلم رو میبینید شما با همه حواستون به نیابت از اون آدم ها دارید اون ماجرا رو میبینید، اون زندگی رو زیست میکنید. شما در این زندگی زیسته یا نزیسته این آدم ها چی دیدید؟ چه احساس کردید که این آدم ها چی رو دارن به دست میارن یا چی رو دارن از دست میدن؟ اول از همه شخصیتشون گم شد مثل که پس میرسیم مسئله هویت. خود واقعیشون گم بود. در اما صحبتی که خانومه کرد بله. فقط خودش هم دیگه گم کرد که کدوم شخصیت خود واقعیشه. بله دقیقاً. در ابتدای فیلم و در شروع فیلم ما سخنرانی یک در واقع حالا نمیتونیم بهش بگیم کارتر، بهش بگیم اونجا بهش میگن تریاد فکر کنم یا مافیا یا هر چیزی، اون خلافکاره رو داریم در مقابل بودا میبینیم، در یک جای مقدس داریم میبینیم که اون داره صحبت میکنه و میگه چند نفر باید بمیرن. این خیلی جمله در واقع کلیدی بود داخل فیلم، چند نفر باید بمیرن که یک حالا این قیصر معنی کرده ولی معنی اصلیش در واقع یک رئیس به وجود بیاد، یک آدم بزرگ به وجود بیاد و خب ما یواش 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 این رو برای ما یه جوری نشون میده که خب ما میفهمیم که این آدمه الان خودش تو همچین جایگاهیه و در واقع داره با آدم‌های روبروش میگه این شما هستید که باید بمیرید و شما باید خودتون رو فدا بکنید که این رئیس که من باشم به وجود بیاد و رشد بکنه و ساخته بشه. خب اگه بخوایم راجع به ساختار سینمایی صحبت بکنیم، ما با یک ساختاری روبرو هستیم که در سینما بهش میگن ساختار آینه‌ای. این با ساختار شبیه به ساختار موازی هست اما یه تفاوتایی با ساختار موازی داره. این ساختار موازی در سینما به این شکله که دو تا اتفاق داره میفته یا چند تا اتفاق داره میفته و کارگردان یکی از این اتفاقات رو به ما یک حدی نشون میده، کات میزنه، اتفاق دیگه معروف ترینش پایان پدرخوانده یکه. ولی وقتی با این ساختار آینه‌ای روبرو هستیم، این اتفاقات در پلن آ مستقیما ربط داره به اتفاق در پلن ب. موازی دارن اتفاق میفتن ولی بر روی همدیگه به شدت تاثیر گذارن. یعنی اینکه این واقعا آینه این یکیه، اینجا داره خیر میره جلو، در یک جای دیگه شر داره میاد جلو، یه زمانی این میکشه عقب، یه زمانی این میکشه عقب یا بالعکس. به هر حال وقتی که دوتا پلان به همدیگه ربط دارن و به طور موازی به همدیگه نشون داده میشن، پلان بهش میگن ساختار آینه‌ای، چون موازی هستن ولی در واقع به همدیگه مرتبطن. سرنوشت شخصیت ها تو دوتا پلان داره در واقع تغییر میکنه، داره سرنوشتشون جلو میره عقب میره، سرنوشت چیده میشه به این چیدمان. و این که نگاه کنید ما داخل این فیلم با همین ساختار آینه‌ای چی رو داشتیم؟ تقابل نور در مقابل تاریکی رو داشتیم، تقابل خیر و شر رو داشتیم. و یک چیز خیلی جذاب دیگه ما داخل این فیلم داشتیم که اون ملاقات‌های روی پشت بام و ملاقات‌های و آدم‌هایی که روی زمین بود پاشون، بالا و پایین بودن. این تقابل رو هم ما زیاد داشتیم. حتی زمانی که پشت بام نشون میداد جوری به طرف پشت بام میرفت که شما اول آسمان رو ببینید، جوری از آدم‌ها فیلم میگرفت که نمای بالای سرشون بیشتر آسمان باشه، ولی زمانی که آدم‌ها رو روی زمین داشت ازشون فیلم میگرفت گاهی اوقات حتی هدروم نداشتن این آدم‌ها، تنگ و در هم تنیده شده، در هم در واقع
فرو رفته به این شکل، انگار این آدم ها در تنگنا بودن، ولی زمانی که بالا بودن این آدم ها هدرون داشتن و هدرونشون آسمان بود. و این بچه ما رو یاد چی میندازه؟ چه ساختار مهمی در اسطوره شناسی میندازه؟ قهرمانی. ولی ما اینجا چی داشتیم؟ ما اینجا ساختار قهرمانی برعکس داشتیم، از بالا به پایین داشتیم. آدمی که بالا بود آدم خوبی بود، قهرمان ما از اولش بالا بود، قهرمان ما پایین نبود. ولی چی شد؟ به پایین سقوط کرد. و این خیلی خیلی عجیب بود در سینما و این برای همینه که میگم این نقطه عطف بود در سینمای آسیا که بعد سینمای غرب بیاد ازش شرق، سینمای آمریکا، غرب که نه، نعوذ بالله، غرب هیچ وقت از این کارا نمیکنه. فرانسه انقدر بر خودش ایده داره که اصلا احتیاجی نداره. ولی آره، سینمای آمریکا که معمولا از روی این فیلم ها، از روی فیلم های آسیایی بسیار 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 نوت برداری کردن، پله به پله، عین به عین، نعل به نعل این فیلم رو میسازه و حتی به این موضوع فکر نمیکنه که چه چیزهایی داره یعنی میدونه ها. اسکورسیزی خیلی کارگردان باهوشی، فیلم رو بی‌نقص ساخته، اما یک سری چیزها رو درش گم کرده و در واقع فدا کرده که حالا راجع بهش حتما صحبت میکنیم. پس ما با یه همچین ساختاری رو هستیم، با ساختار اسطوره‌ای و با شخص اسطوره‌ای طرف هستیم که خوانش معکوسی از اسطوره داره میکنه، از اسطوره‌ای که جوزف کمبل در غرب راجع بهش حرف زده. الان در شرق داره میگه ما اسطوره برعکس داریم، ما قهرمانانمون این شیوه ممکنه براشون اتفاق بیفته. چرا بچه‌ها؟ چرا در هنگ کنگ در 2002 این حرف زده میشه؟ به دلیل اینکه اتفاقی در هنگ کنگ افتاده که ما بهش میگیم، در لغت معنیشو میگم و در فرهنگ و ادبیات هم معنیشو به طور جداگانه میگم، بهش میگن پساکولونیال. پساکولونیال در لغت به معنای بعد از استعمار، پس از استعمار بهش میگن. در سال 1996 یا 97 هنگ کنگ عملاً به چین پیوست و عملاً مستعمره چین شد و از اون به بعد در چند سال بعدش که همین 2002 هم شاملشه، این پساکولونیال مورد توجه، به شدت مورد توجه شرق‌شناسا قرار گرفت و به شدت مورد توجه هنرمندا قرار گرفت. کار هنر همینه، تیزبینی و نکته‌بینی و دست گذاشتن روی چیزهایی که باید دیده بشه در جامعه، که جامعه شناسا اگر حواسشون نباشه ببینن. در لغت به این معنیه، اما در علوم انسانی و فرهنگ و ادبیات معنیش یه مقداری متفاوته. نه اینکه معنیش این نباشه، ولی یه مقدار متفاوته. تقریبا میتونیم بگیم که معنیش اینه که وقتی که این اتفاق میفته، حالا وقتی که یک مردم یک کشوری مستعمره یک کشور دیگه قرار میگیرن، پس از این استعمار چه اتفاقی در هویت، در فرهنگ، در جامعه اون کشور، در ادبیات اون کشور و در سینمای اون کشور میفته. اینی که دقت بکنن به این که بعد از این که این اتفاق افتاد و بعد از این پساکولونیال که بسیاری از کشورها شاملش بودن، مردم اون کشور بچه‌ها چقدر پذیرفتن، چقدر پذیرش بوده. آیا مثل مردم مصر زبانشون رو از دست دادن؟ آیا تا چه حد از فرهنگشون رو دادن؟ آیا ما مغول‌ها اومد فرهنگمون رو از دست دادیم؟ آیا ما عرب اومد فرهنگمون رو از دست دادیم؟ ما به چیمون مینازیم؟ ما به زبانمون مینازیم؟ و کار این آدم‌ها، کار هنرمند اینه که بشینه نگاه بکنه بگه ما مردم بعد از استعمار چین، بعد از استعمار انگلیس، بعد از استعمار فرانسه، ما انقدر از فرهنگمون رو از دست دادیم، انقدر از زبانمون رو دادیم. یکی از حرفایی که گاندی میزد همین بود، میگفت که باید اون زمان، من یکی دو تا فیلم دیدم که خیلی فیلم‌های خوب بودن، شاید یکیشو هم اینجا نمایش بدیم، فیلم هندیه و خیلی البته چون دردناکه واقعا دیدنش سخته، ولی خب به هر حال
فقط انگلیسی صحبت میکردن و گاندی میاد بهشون میگه انگلیسی زبان دوم ماست، زبانتون رو از دست ندین. و خب یک تفاوتی هم که حالا هند با مثلا یک جایی مثل هنگ کنگ داره اینه که هر ایالتش اصلا یه زبان خاص خودش داره، تغییرش خیلی سخته، اصلا خودشون برن یه شهر دیگه شون اون زبانشون نمیدونن، تفاوتش در اینه. ولی الان قرار این بررسی بشه. یه کارگردانی مثل این کارگردان که اسمش هم سخته، ولی یک سینماگر و یک هنرمند میاد این رو بررسی میکنه و میگه ما اول از همه داریم هویتمون رو میدیم، خیر و شر داره جاش عوض میشه. اول داستان یک جوری هم خیر و شر رو عوض میکنه که ما اصلا گیج میشیم. اول که فیلم شروع میشه اینا همینجور هی با کات‌های ضربی و جهشی داره اینا رو به ما نشون چه کار داری میکنی اصلا؟ این چه فیلمیه؟ برای چی شد؟ و بعد این کاتا رو دوباره میبره در پایان فیلم به شکل حلقه‌وار و زنجیروار. در پایان فیلم اینو داره به ما نشون میده ما باید فیلم ها رو فراتر از مضمون صریحشون بگیریم. بله هویت هست، ولی آیا این هویت در فیلم اسکورسیزی میتونه وجود داشته باشه؟ این از دست رفتن هویت میتونه وجود داشته باشه؟ نه، نمیتونه وجود داشته باشه، چون اون فیلم فقط میتونه راجع به کارترها باشه، فقط میتونه راجع به مافیا باشه، فقط میتونه راجع به خیر و شر باشه، اما نمیتونه این بحران رو بیاد این پسا کلونیا رو بخواد نشون بده، چون نداره. این رو فدای اون میکنه، این رو فدای داستان میکنه. کار بدی هم نکرده، فیلمش هم خوبه، هیچ وقت نمیگه ایراد داره، ولی میخوام بگم که فیلم اصلی همچین چیزی داره. این خانش در واقع رازآمیز یک فیلمه، این خانش تر و تمیز یک فیلمه. این فیلم خیلی خانش تراژیکی هم داره. چرا آدمی که خوبه میمیره و آدمی که بده در پایان میمونه؟ چرا همچین اتفاقی باید بیفته به نظر شما؟ چرا نیفته؟ جهان همیشه همینجوری. چرا نیفته؟ مگه جهان ما واقعی نیست؟ مگه قولی نداده به جهان، به ما قولی نداده که خوبی همیشه پیروزه یا عدالت برقرار. بعد اصلا کی تعریف شر چیه؟ اصلا یکی از کانسپت‌های فیلم تقدیر بود البته به نظرم. آره ببین تقدیر اصلا فیلم خیلی مهمه. آره بعد اصلا شما ببینید فرقش هم ما بود. نمیدونیم خیر و شر چیه. مهم یکی از سخت‌ترین تعاریف در ادبیات، در داستان، در هنر، در نقاشی، شما نقاشی ها رو ببینید، در سینما فرای همه اینها که تصویر و همه چی با همه، تعریف شره. ما چی از شر میدونیم؟ ما چه چیزی رو میگیم شر؟ اتفاقا همین فیلم فرانکشتاین که اومده تعریف عنوان شره که شر به چه معناست؟ شما به چی میگین شر؟ به چیزی که شبیه ما نیست یا به چیزی که شبیه ما عمل نمیکنه؟ ما به چی داریم میگیم شر و به چی داریم میگیم خوب؟ حالا ما اینجور در نظر بگیریم که اصلا بریم سراغ خوانش اسطوره‌ای این فیلم. بفرمایید. شاید این الان به ذهنم رسید با توجه اون جمله اول که بازم تکرار شد که چقدر آدم باید بمیره تا پدر یا پدرخوانده یا قیصر و فیلم باقی بمونه. اون آقای لاو ایشون به اون پارتنرش قول داد که من تغییر میکنم، من آدم خوبی میشم. به اون کسی هم که کشته شد، به اون پلیسه گفتش که به من فرصت بده و در انتهای فیلم هم باز ما میبینیم که به نظر میرسه که داره ادای احترام میکنه و شاید واقعا پرونده رو باز کرده. آره تغییر کرده و هویت رو برگردونده که اون عنوان پلیس دفن میشه. شاید باید یه سری خوبی ها فدا بشن تا یک تغییری در یک آدم دیگه به وجود بیاد. حالا اون میخواد پدر مثبت باشه یا پدر منفی از آب در بیاره، قدرتمندی از آب در بیاره. اینم یه جورایی شاید به هم میشد ربط داشته باشه. بله ولی در فقط یه تعارضی که داشت، میخواست یه نقش خوبی تهش توی جامعه ایفا کنه، ولی دیدش و اون قدرت طلبیش و جاه طلبیش بود که داشت میبردش به ایثار، برای صلاح جامعه نبود. خواست قدرت داشته باشه. با این روشه میتونه قدرت داشته باشه به عنوان حالا یه پلیس،
ولی قدرت رو میخواست. براش مهم بالا بودن بود، قدرت داشتن بود، نه که حالا خیر و شرش براش مطرح نبود. آره دقیقاً. ببین در ما اگه بخوایم بریم سراغ خوانش اسطوره‌ایش میرسیم به ببین فیلم یه تهیه کننده چینی هم داره. حالا جالبیش اینجاست که فیلم شاید خیلی چیزها رو داره و علیه چین میگه ولی تهیه کننده چینی هم داره. ولی چیزی که داره میگه و یکی از نکات مهم در خوانش اسطوره‌ایش بودیسمه و اعتقاد بودایی ها در مورد خیر و شر که برمیگرده به اسم فیلم. اسم فیلم جهنم بی پایانه. اینها در واقع مثل این میمونه، مثل اینه که اینها با این کاری که کردن و این جا که عوض شد، ببین دقیقاً یک نیروی شر رفت توی بهشت پلیس و یک نیروی خیر رفت تو جهنم اون مافیا تبهکارا و حالا میگه این چرخه ادامه داره. ببین دقیقاً اونجایی که اون یارو اومد بهش اینو کشت و گفت که منم جزء دار دست شما بودم، منم با شما، الان دیگه تو رئیس منی، الان دیگه فلان. این راه اولا اینکه این راه خودش انتخاب کرده بود که دیگه میخواد جزء پلیس باشه، ولی لزوما به این معنا نیست که قرار آدم خوبی باشه، چون اگه قرار بود آدم خوبی باشه دوباره اینو نمیکشت، دوباره با کشتن خودش رو نمیورد بالا. ولی این دوباره یک جای دیگه مطمئن باشین یکی دیگه یقش رو میگیره، دوباره ممکنه همین آدم بشه اون رئیس پلیسه که دوباره یکی دیگه رو بفرسته تو این چرخه جهنمی. یعنی این چرخه و این جهنم بی پایان برای این آدم ها ادامه داره. و بجز اون بودا میگه، یعنی اعتقاداتی که خود چینی ها در دل خوانش در دل اسطوره هاشون دارن اینه که کسی که خوبه و کسی که گناهکار نیست زودتر میمیره و در واقع میگن که این جهان عذاب واقعی و جهنم واقعی این جهانه و کسی که زود میمیره رها میشه و هر چقدر تو آدم خوبتری باشی زودتر رها میشی. این مرگ طولانی که شما به امیدش نشستید یا این عمر طولانی که به شما به امیدش نشستید چیزی غیر از عذاب شما نیست و اون کسی که میمونه در چرخه جهنمی این دنیا باقی میمونه، اون کسی که میره رها میشه از این چرخش. بودا این و یا مثلا خود چینی ها در واقع این دنیا رو یک چرخه ای از جهنم میدونن که شما هر چه سریعتر از این جهنم خارج بشی آدم بهتری بودی. بفهم. با توجه به تعریف ین و یانگ دقیقاً می‌خواستم ین و یانگ هم بگم. آره اصلا بله خواهش می‌کنم. این در لغت به معنای سمت سایه گرفته یه تپه است و یانگ سمت آفتابرست یا آفتابی است. ین معمولا مترادف زمین شمرده می شود که تاریک و سرد است و هر چیز بدی در آن به آن نسبت داده می شود که شما گفتید آدم پایین بودن و یانگ مترادف آسمان است و روشن و گرم و خوب شمرده می شود با توجه به صحنه ها بالا پایین و چرخشی که داریم. خیلی از این فلسفه اصلا ما میتونیم این رو حتی ببریمش، حتی خوانش روانشناسی ازش بکنیم بچه‌ها. در خوانش روانشناسی فکر میکنید چیه؟ اون چیزی غیر از اون دوقلوهایی که یونگ ازشون یاد میکنه نیست دیگه. همین که چیزی که شما گفتین جز همین دوقلوهاست، سایه و در واقع همون سایه و سایه و روشنایی، اون نیمه تاریک و نیمه روشنی که یونگ ازش اسم میبره و در واقع این دو نفر نیمه تاریک و روشن همدیگن که با مرگ یکیش فقط یکیش باقی میمونه از دو قلوها و حالا اون یکی کدومه و حالا ما از کجا بفهمیم که اون یکی کدومه؟ الان که سایش از بین رفته. آخرین صحنه‌ای که از یان می‌بینیم تو پلیسه که مرده توی آسانسور، سرش روی آینه است
دو چهره ازش معلوم. این آدم تمام عمرش رو با این دو چهره زندگی کرده. و یک چیزی که بچه‌ها روانشناسی میگن، دارم شبیه آقای مکری صحبت یک چیزی که تو روانشناسی میگن اینه که وقتی که شما، این خیلی نکته مهمیه بچه‌ها، به خصوص تو جامعه امروز ما، وقتی که شما یک هویت رو برای خودت میگیری و یک هویتی که نداشتی رو، یک هویتی که نبودی رو، یک آدمی که نبودی رو شروع میکنی به بازی کردن نقشش، کم کم درش فرو میری و کم کم خودت باور میکنی. این آدم ها 10 سال داخل این هویت بودن، فراموش کردن این هویت خودشون رو. خیلی از آدم هایی که ما میبینیمشون توی همین جامعه خودمون، تو تا قبلش میبینی این آدمه مثلا یک ورزشکار بوده، الان چی شده یه دفعه شده جانماز آبکشی که وای میسه وسط فلانجا مثلا نماز میخونه. بعد شما تعجب میکنید چرا؟ نه اون واقعا دیگه همین شده، اون واقعا دیگه این هویت گرفته و واقعا شاید از ته دل داره این کار میکنه، چون این هویت رو گرفته. شما وقتی که هویتی رو که مال شما نیست زیاد نقشش رو بازی بکنید، تبدیل میشید به اون هویت و بعد از یه مدتی هویت قبلیتون با هویت هر چقدر از دست بدین، ولی اون هویت قبلی یک جایی وجود داره، در یک پرونده‌ای، در یک کامپیوتری، اینا که دارم میگم نمادینه، در یک جایی این هویت وجود داره که یا شما بهش رجوع میکنید یا حتی اگه بهش رجوع نکنید همیشه برای شما اون هویت آزاردهنده است که من قبلا یه همچین آدمی بودم، بعدا یه همچین آدمیم. شاید بتونیم به جای هویت شخصیت ثانویه رو، شخصیت ثانویه هم میشه بهش و اون حالا بازگشتش هر که را حضور ماند از اصل خویش. بله دقیقاً اتفاق بیفته ممکنه. من یادم نمیاد، فراموش کردم. فیلم دوزن یکی از دقیقاً همچین چیزیه. زن وقتی شوهرش میمیره میگه من الان کیم؟ من الان چی کار کنم؟ سالهای سال با هویت همسر زندگی کرده، هویتی که نمیخواسته، و بعد الان من چی کار کنم؟ الان من کیم؟ و این هویتی که شما بازی میکنید بعدش هویت قبلیتون ممکنه شما رو آزار بده یا بهش برگردید. کمان که پلیس دنبال هویتش بود در پایان و میگفت که هویت منو به من پس بده، فایل منو چیز بکن که من فقط به عنوان یه پلیس شناخته بشم و برم، حتی دیگه نمیخوام تو رو مثلا لو بدم، که البته خب همچین چیزی نبود، به هر حال اون باعث مرگ دوستش شده بود، ولی هویتش رو میخواست پس بگیره. و یه چیز دیگه هم باز در خوانش اسطوره‌ایش میگن آسیایی ها که به این شکل در واقع میگن که این طول عمری که به شما داده میشه یه نوع کارماه. یه همیشه به کارما به این شکل نیست که شما رو ضربه بزنه، مثلا شما وقتی کار بد میکنید به این شکل همیشه کارما نیست که شما مثلا از آسمون صاعقه بیاد مثلا خدا بزنه تو کمرت تو مثلا همه چیز زندگی تو دست بدی، خونت آتیش بگیره فلان بشه. نه، میگه این طول عمری که به شما در این چرخه جهنمی که داری میری جلو به شما داده میشه. اگه شما از چرخه خارج بشی که هیچی، ولی تا زمانی که در این چرخه جهنمی هستی، این طول عمری که بهت داده میشه، این اون کارماییه که ما میتونیم حسابش بکنیم. یعنی خودشون یک بازخوانی مجدد از کارما میکنن، باز تعریف مجددی از کارما میکنن و میگن که این میتونه اون رنجه باشه، یک جهنم بی پایانی که برای شما ساخته شده در این دنیا و شما باید اینو طی کنید. و مطمئناً این آدم، این بازنسلاف همسرش رو از دست خواهد داد، این دیگه زندگی زناشوییش یک جهنم خواهد بود. چیزی که ما ببین ما چرا اینو دیدیم، این شادیه بین این زن و شوهر، وقتی که زنه داره مینویسه، ذوق اینو دارن تخت جدیدشون رو دارن خونه جدید با هم برپا میکنن و قطعاً این خونه بیرون خواهد شد، لازم است کارگردانشون بره، قطعاً خیلی چیزا از بین خواهد رفت و این آدم تا پایان عمرش در این چرخه جهنمی خواهد موند. خب حالا بریم راجع به
بریم صحبت شما رو بشنویم. من خیلی حرف زدم، بقیه دوستان و نظراتشون و نکات منفی فیلم، نکات مثبت فیلم. بفرمایید. فقط یه باگی که من حس کردم اونجایی که رفت اداره پلیس گفت من هویتمو میخوام، خب رفت پای کامپیوتر میخواست کارا رو درست کنه دیگه. همین پا شدن رفتنش یهویی به هم ریخت، مشکوک شد و اینا. به نظرم اینو اگه طور قشنگتری حلش کرده بودن خیلی بهتر بود. این باگ من دوست نداشتم. میشد مثلا همونجا ببینه بره بعد اینم دیلیت بکنه. خیلی البته من دقیقا همچین موضوع رو فکر کردم که میتونست همچین کاری کنه، ولی ما یه سری چیز داریم، شخصیت هایی داریم، اونا مثلا قهرمان های اسطوره یا قهرمان کلاسیک، اینا واقعا مثلا شرافتشون تعریف شده است و حاضر نیستن با یک سیاست عوضش کنن، حتی به قربانی شدن خودشون. الان شخصیتیشون همین بود، نه مذاکره میکرد نه دیل کرد باهاش. آقا من پلیسم، من دستبندت میزنم میبرم، یعنی هیچ جایی برای معامله نذاشته بود. دقیقاً اون صحنه جایی بود که میتونست معامله کنه، اصلا نگه من فهمیدم تویی، آقا اوکیش بکن منم برم مدالمو بگیرم، ولی نکردم که فهمید، میدونست اگه بره چه اتفاقی براش میفته و این راه رو رفت. من فکر می‌کنم یه جورایی می‌خواست همون تعریف این که با اینکه بدون بی‌هویت میشه ولی شرافتی رو داره که نمیخواد بفروشهش، حتی اگر در سطح جامعه به زیر بره. من فکر میکنم این موضوع رو میخواست بیان کنه، چون اصلا جایی نداشت، بس تموم شد دیگه، کاری نداشت. قهرمان معکوس دیگه داره میاد پایین، اون نقطه سقوطشه دقیقاً و این نقطه سقوط رو باید ببینیم. من خودم با اینکه این همون لحظه رفت مشکل داشتم، همین یعنی با این که همون لحظه رفت مشکل داشتم، ولی با اینکه چون میدونستم روند قهرمانی معکوسش رو داره میره، میدونستم که این میره و حالا شاید اگه خیلی مثلا حالا آدم باهوشی بود یه ذره میزد داخل و با میساد ببینه اون چی کار میکنه. اگه فایلش رو پاک کرد، چون این احتمال داد این فایلش رو پاک کنه چون جاسوسه و اینکه نمیتونست ببخشتش، قطعا نمیتونست ببخشتش که دوستش رو کشته، ولی و باعث شده این 10 سال بمونه تو این گروه تبهکارا. ولی منم اون لحظه‌ای که بلافاصله بلند شد رفت، ولی خب دیگه این تعامل باید شکل این اتفاقا باید میافتاد دیگه. خب بقیه دوستان بفرمایید. من این فیلم رو خیلی وقت پیش دیدم، مثلا 2002 فکر کنم، مثلا چند بودم، مثلا 10 سال 13 سالم بود. من موقع مثلا حتی یادم زیرنویس وجود نداشت، همینجوری با داداشم یه CD رو میذاشتیم و همینجوری نگاه می‌کردیم، فقط کنگی نگاه می‌کردیم. اتفاقی افتاد جلومون. شاید من اون موقع با داداشم یه سن خونه بودیم، بیشتر مثلا فیلم آمریکایی میافتاد جلومون. اگرم فیلمایی بود مثلا فیلم ابرقهرمانانه بود که همیشه قهرمان داستان دوست‌ها رو میگیره، پلیس‌ها مثلا قهرمان میشن، یه یاد خوبی ازشون میمونه. بعد یهو خیلی اتفاقی این فیلم رفت و بعد دیدیم که نه، آقا شر میتونه اصلا پنهان شه، تاریکی میتونه پنهان شه، میتونه برخوشم. خیلی تو ذهن مثلا من 14-15 ساله که تازه مثلا داشتم تعریف خوبی چیه، تعریف بدی چیه، مثلا آیا حق همیشه پیروزه؟ این فیلمه اون ذهن رو خیلی نابود کرد، برای همین همیشه تو ذهنم بود. بعد دیپارتر که دیدم باز تعریف شد برام، ولی نه اسمشو میدونستم، نمیدونستم چیه، اصلا نمیدونستم من کجا، چون اصلا من بعد که الان مارال تعریف کرد گفتم نکنه همونه و دیدمش دوباره چیزی دارم لذت بخش شد. ولی خیلی سوال فلسفی برای من درست کرد تو 15 سالگی این فیلم نسبت به سینمای آمریکا که قهرمان همیشه معلومه و باید دزدار رو تحویل بده. بله باز تعریف قهرمان نسبت به دیپارتر خوبی که داشت که شما برای توجیه میکرد چرا اون رفت اون و این اومده این و یعنی برای سوال نمیشه چرا اون رفت تو دزدا این اومد تو پلیسا، یعنی اون فرصت رمزگشایی اول آخر قصه رو که داد، اصلا اونجا دیکاپریو آدم نمیفهم چرا پلیس شده بود، این مأمور شده بود، خودش دوست داشت بره داخل اونا. به نظر این خوب لایه انسانی رو وسط یه پلیسی قصه پلیسی جلو برد. من به چشم نمیاد شما خیر و شر رو روی هم اوورلپ میکرد، این سوار این رو اون سوار.
یه چیزی داره دیگه، آموزه های بودا هست که مثلا به بودا میگن بین بهشت و جهنم، میگن انتخاب چی؟ میگن معلومه انتخاب من. میگن ها بهشت، میگن نه انتخاب جهنمه، چون تو جهنم رو تجربه نکنی در جستجوی بهشت نمیری. اونی که بهشتی هست که همه جا حالش خوبه، اصلا دیگه جهنم رو تجربه نمیکنه. تو حتما جهنم رو تجربه کنی تا لذت بهشت. برام جالب بود که بردینش روی این سمت آموزه های بودایی و این خیر و شر رو یا اون بهشت و جهنمی رو. خیلی به نظرم این مرده تازه جهنمش بعد از این اتفاق تو آسانسور شروع شد. به نظرم تازه تمام رنج این مدتی که ادای پلیس در می آورد خیلی براش شری نبود، جهنمش تازه آغاز شد. لحظه‌ای که در آسانسور باز شد، این دره مرتب باز بسته میشد و این همجور هاج و واج نگاه اون دره میکرد و این جنازه که رو دستش مونده و خودش هم شک داشت که این لازم بود اینو ما حذف بکنیم یا نه. واسه در آسانسور رو هی تاکید کرد. بعد لحظه‌ای که در باز شد همه پلیسا و 2 تا جنازه رو دستش و هر دو نگاهشون به سمت بیرون در، به نظر تازه جهنم این آقای شروع شد. مثلا دیگه اون خانمش کارماش آغاز شد. سوال من، اون دختر کوچولو به احتمالاً بچه این آقای بوده دیگه، چون مامانه گفت یه سن و سال بعدم آخر فیلم هم بود. خب چرا باید میگفت که مثلا یه بچه یعنی مثلا هست؟ ببین آره نگاه کن، میشه به این موضوع فکر کرد که خیر همیشه یک ردی از خودش در جهان باقی میذاره، یعنی حتی اگر از بین بره ولی یه ردی در سکوت حتی شده از خودش به جا میذاره. یک نفر هست که تا ابد اون آدم رو در خودش داره. میتونیم این شکلی تعبیرش بکنیم و این رو هم در نظر بگیریم که خیلی آدم تنهایی بود. یعنی معمولا شر تنهاست. اگه خاطرتون باشه توی فیلم های کلاسیک گذشته که قرار باز تعریفی از شر بشه، مثل فرانکشتاین، مثل گوشپشت نوتردام یا این مدلی فیلم های کلاسیک، اینها خیلی آدم های تنهایی هستن ولی یک ردی از محبت در دل یک زن معمولا میذارن، چون معمولا زنها لطافتشون بیشتره در درک این و نماینده زایشن و نماینده در واقع یادآوری به دنیا هستند، در یادآوری بودن در این دنیا هستند زنها. و حافظ به هر حال رشته از خاطرات دیگه، دقیقاً این رشته باریک رو دارن حفظ میکنن و معمولا مثل همین گوشپشت که گفتم معمولا مهرش در دل یک زن میفته و اون زن حاضر میشه باهاش باشه و این هم در واقع انگار یک گوشپشت نوتردامی بود که فقط اون زن خیلی صحنه دراماتیک عملی بود از پشت نشون داد گفت با بچه و این 2 نفر و این تنها رفت و بهش گفت که من و در دل این، در وجود این بچه احتمالاً باقی خواهد ماند و در دل اون زن که دکتر بود. این همچین ردی، ببین یعنی میگه خوبی یا خیر از خودش یک ردی حتی شده در یادها و خاطره ها میذاره که همون رایحه ماندگار که میان بالای سر خاکش و بهش ادای احترام میکنن ولی اون حالا ما اسمشو بذاریم شره که داره همه چیش رو از دست میده با وجودی که هست. بودن به معنای ماندگاری نیست، تو فقط هستی، شدی، پخشم نمیشی، ماندگاری کیفیتی هم نداری و تو فقط بود شدی در جهان، شد نیستی و این 2 تا با هم دیگه فرق داره. چیزی هم بر جهان نمی‌افزایی بلکه هم داری کم می‌کنی و جهان رو مصرف می‌کنی و این چرخه رو این آدم داره تکرار میکنه و داره انجام میده. ولی یک نکته هم که گفتن، این خیر و شره باز داخل فیلم داره روی لبه میچرخه. تو شری
ولی آیا زمانی که میخوای خیر باشی برسی به این خیره میذارنت دوباره میکشنت پایین. تو لحظه ای که تصمیم گرفت تسلیم این پسر بشه، بره تو آسانسور باشه، اصلا تو منو چیز تحویل بده باشه، یکی دیگه از یه جای دیگه پیدا شد. آیا این شره میتونه برسه به این خیره؟ آیا اجازه داره؟ و آیا تا چه حد میتونه برسه؟ ولی به هر حال روی این لبه داره همینجور خیر و شر آره. تناقضات بزرگ و این که شما آره بند بازی و این که شما حواست باشه که در این بند بازی زندگی از خیر به شر رفتن تو این وسط داری چی کار میکنی؟ تو اگر اینجا رو کرده باشی خیر، اینجا رو کرده باشی شر، میری و به آونگه میری و برمیگردی تو به شر میرسی و دوباره اگر ممکنه اون شر اینقدر تو رو هل نده در این آونگ که تو به خیره برسی، نمیرسی، شرت خیلی زیاد. پس بنابراین حواسمون باشه که این دو لبه زندگی که شوپنهاور بهش میگه ملال و رنج، ما داریم بهش میگیم خیر و شر، حواسمون باشه که بین این آونگه داریم کجا میریم و کدومش بیشتر هولمون میده. شر ما رو هول میده بریم به سمت زندگی یا خیره داره ما رو هول میده بریم به سمت زندگی. بحث چند درصد ما اختیار داریم و دخیل هستیم توی زندگی. پس دخیلیم. من جمله جالب شنیدم که از دوستان پرسیده بود که آیا انسان صاحب اختیار زمانش مال خودشه، که من خودتونم قسمت شنیدید که استاد گفتش که الزاماً همه ساحت‌های اگزیستانسیالیسم چیزی دست شما نمیده که روی همه چی بپاشین و فکر کنین که میتونین همه چی رو با این فلسفه صاحب اراده بتونین. نه، گاهی و کمی بیشتر. در مورد زمان گفتن یادم افتاد فرقش با دیپارتد اینم بود، این زمان شما تو این هی میچرخون برات، یعنی هی میرم قبل بعد خاطره جلو عقب در سال قبله ساختش من فرق. آره تو دیپارتد تمام اتفاقات تو لحظه، این الان اینجایی فکر میکنه همون لحظه داشت به اون چیزا فکر میکنه، نشون میداد داره فکر میکنه. ما اینجا هی گره پیت میگفتم زمان دقیقاً فیلم هفته قبل همونجور دوربین میرفت برمیگشت 3 روز بعد بود تو همون لوکیشن تو چنگاله تو قضایه 3 روز گذشت روش. آره خیلی جالبه که تعریف زمان براش تعریف ذهنشون از زمان قد سیاله. کدوم شما دارین میگین این چند در مورد اینکه آره اونم زمان میرم مثلا نمیفهمیدین 2 هفته تو همون 2 هفته فیلم قبلی فیلم قبلی دقیقاً همین یا گفتن زمان جای ولی یادی افتادم تفاوت عکاسی با سینمایی که شما تو عکاسی یک صحنه رو ثبت می‌کنید، لحظه رو ثبت می‌کنید، دست اومده اینجا الانم که می‌تونید تون عکس بگیری، لحظات زیادی رو داری که می‌تونی انتخاب کنی کدوم لحظه رو شما بهش واقف هستی. ولی سینما خاصیت رو داره که می‌تونه زمان بره موازی بره عقب بره. این خاصیت سینماست که میتونه یا کارگردان و حتی همین چیزی که ایشون گفتن میتونیم بالاتر هم بریم. زمان از نظر تفکر شرقی چیه؟ یک چیز سیالی که ما اصلا نمیتونیم، نه در خدمت ماست نه ما در خدمت اونیم، فقط یک چیزی که ما باید درکش بکنیم و دقیقاً بلد باشیم باش بازی کنیم، چون با ما بازی میکنه. انگار ما رخداد رو ثبت میکنیم نه زمان رو. بله. یا ما لحظه که واقع میشیم در یک زمان و بهش وقوف پیدا میکنیم ما معناش میکنیم. اون موقع معنا میکنه. همون زمانی که توی In the Mood for Love هم همین بود. زمان برای انسانی که در دنیا به به شدن رسیده، به انسانیت رسیده، به یک جایی رسیده، زمان اون موقعیه که داره در اون زندگی میکنه، زیست میکنه و این به این معنا نیست که در امر خیال، باید در امر واقع و خیال در اون زمان باشه. این دوتا باید با هم باشه، یعنی شما هم باید واقع باشی در اون لحظه و هم خیال باشی در اون لحظه و اون میشه In the Mood for Love.
و اون میشه یک سیالیتی بین خیر و شر. شاید خیال و تجسم از یک واقعه باعث بشه که وقتی که شما به طور واقعی در آن زمان واقع شدی در اون شرایط خاص، اون موقع است که بتونی یک رویکرد حالا درست آگاهانه، چون قبلا تجسمش کردی من در این زمان مثل که ما میتونیم با هر کدوم اینا همزاد پنداری کنیم دیگه. اگر از طریق سینما و هنر و ادبیات بدون ریسک میتونیم شرایطی رو برای خودمون متصور بشیم که اگر در اون زمان در واقع شدیم ما کجای داستانی. استاد حالی که منسجم تر شدیم دوباره میگین چرا لوکیشن توی دو لوکیشن اصلی با بام برج انتخاب شده بود؟ بالا و پایین. آره. ببین چون اول قصه نمیدونستیم شما میخواد تا کجا ببریم گفتیم. ببین به خاطر اینکه ما هم قرار به اون آقا هم آخر اون مزارا. آره به خاطر اینکه ما همه چیز در این فیلم با این ساختار آینه‌ای همه چیز در برابر همه. یکی سایه‌ای از دیگریه. نور در برابر تاریکی، خیر در برابر شر و بالا در برابر پایینی. اون میگه شر داره در زیر زندگی میکنه، مثل زندگی در جهنم، مثل حادث که خدای مرگه و در زیر زمین زندگی در جهان زیرین شر. با وجود اینکه جهان زیرین پلیسه و باید امنیت به وجود بیاره، اما در چه جامعه‌ای؟ ما داریم از چه جامعه‌ای حرف می‌زنیم؟ از جامعه پسا استعماری. پس بنابراین پلیس هم معلوم نیست شر باشه یا خیر باشه. ولی اینجا داره میگه اینجا شر در جهان زیرینه، در پایینه، و خیر در جهان بالا و رو به آسمانه. و برای همینه که ما تمام پلان‌هایی که پسر میخواد با اون مرد حرف بزنه، یان میخواد پلیس با رئیس پلیس حرف بزنه در بالاست، با هر کی میخواد مذاکره در بالاست. همیشه میبینیمش رو به سمت بالا داره از پله ها میاد، ما اصلا نمیبینیمش از پله ها پایین بیاد. فقط یه جایی با اون افسر پلیس میاد که افسر پلیس قراره کشته بشه، افسر پلیس جلو هم میاد و اون دوباره برمیگرده بالا. آره از پله ها داره میره بالا، ما اصلا همچین چیزی نمیبینیم. و زمانی که و فرمان پلیس هم از بالا به پایین، از بالا به پایین افتاد، همون قهرمان سقوط کرده. و این رو ارجاعتون میدم به پلان‌های پایانی، سکانس‌های پایانی که دوتاشون بالان، خیر و شر دوتاشون بالان. چرا؟ چون شر داره سعی میکنه به خیر برسه، نزدیک بشه. چون تلاشش در اینه که پیش خودش حداقل میگه من آدم خوبی میخوام بشم، به خاطر اینکه میخواد همسرش رو به دست بیاره، داره تو تلفن با همسرش حرف میزنه. ببین من دیگه قول دارم، من دارم میخوام این کارو بکنم، قول میدم آدم خوبی بشم. و میبینیمش که با تفنگ میره، اما با اسلحه نمیکشه به سمت کسی، اونه که به سمت این اسلحه میکشه. پس اینجا وقتی که دوتاشون رو میبره بالا، مرز بین این دوتا به هم نزدیک میشه. الان دوتاشون در سایه هستن یا در نورن؟ کدومن؟ الان کدوم قراره کدومو بکشه؟ و اینکه کارگردان میخواد شما رو گمراه کنه، میخواد کاملا شما رو گمراه بکنه که کی قراره کیو بکشه. الان نکنه قراره جای این دوتا عوض شه، الان نکنه قراره مثلا خیر و شر جاشون عوض بشه و بعد میرن و بعد با آسانسور میرن پایین. میرن پایین از پله ها و بعد میخوان سوار آسانسور شن که این در آسانسور کشته میشه. که دیگه همون تعریفی که شما کردین، این باز و بسته شدن در که این همینجور مرده، این تردید این طرفه و بعد وقتی میندازتش یقینشه برای اینکه من میدونم میخوام چیکار کنم. بفهمید. این چیزی که برای من تماشاچی عادی به من به اصطلاح رسید از فیلم این بود که اولی که خب تا جایی که من اطلاع دارم هنگ کنگ هم مثل کشورهای حالا منطقه بسیار پرتراکم و شلوغه، پر از آدمه. شما مثلا آدم نمی‌دیدی، خیلی خلوت بود، ورودی ساختمونا، ترافیک خیلی آروم بود، خیلی به نظر از حتی آدما خیلی کم بودن. اون شلوغی که مثلا تو فیلم‌های چینی مثلا ولی شهر نئونی رو نشون میده. یادتون شما نبودید فکر کنم اون جلسه که من راجع به شهر نئونی صحبت کردم. خیلی خلوت بود. حالا می‌خوام بگم چیزی که از پلیس اون جامعه داره به من بیننده اینور دنیا
نشون داده میشه پلیس اصلا قصدش عدالت خواهی یا فرض کنید نجات دادن آدما، انگار یه چیز بازم درون گروهی بود. یعنی معلومه اینجا پلیس هست و حتی اصلا قصد قضاوت نداشت پلیس. یه جا میگه که به من چرا میگی اینا رو قاضی بگو. یعنی کاملا انگار پلیس یه نقشی متفاوتی رو کارگردان می‌خواسته اینجوری نشون بده، چون می‌خواسته چیزای هدفش چیز دیگری بوده از نشون دادنش. میگه خیلی برام جالب بود، اصلا از آدما خبری نبود، پلیس‌ها از آدمای عادی قرار نبود دفاع کنن. نکته خوبی یا پلیس به جای مقام امنیتی انگار خودش یه گروهی بود در رقابت با اون کارتر مواد مخدره. نقشش متفاوت از تو رقابت، یعنی دو تا فرمانده با هم تو رقابت بودن. چقدر عالی که تمام این نکاتو نه که یه مقام امنیتی بخواد شهر رو امن کنه. چرا؟ به خاطر اینکه از کجا معلوم که شهری که به قول شما همون نسبیت شهر خیرم هست. بله، و اینکه ببین شما با یک کشوری طرفین که مورد استعماره و نگاه کنید وقتی که یک بیگانه کشور شما رو بگیره، شما فکر کنید که الان مثلا انگلیس بیاد کشور شما رو بگیره، خب بعد شما دیگه نمیدونید اینی که پلیس نصفش انگلیسیه نصفش ایرانیه، کدومش دوسته کدومش دشمنه. شما اصلا به اون انگلیسی میتونی اعتماد بکنی؟ به عنوان پلیس داشتیم دیگه. آره اومده بودن دیگه، مگه غیر از این بود؟ شما وقتی که مورد استعمار قرار میگیری اون امنیت دیگه وجود داره، یعنی دیگه جای خیر و شر معلوم نیست، خیر و شر در مرز هم دیگه هستن. و یک چیز دیگه هم که میگن اینه که میگن وقتی که کشوری که مورد استعمار قرار گرفته انقدر فرصت‌های شغلی نداره دیگه که جوان‌ها بتونن برن، انگار جز این دو گروه چیز دیگه‌ای باقی نمیمونه که شما یا بری امنیت خودت حفظ کنی تو پلیس باشی یا بری تو کارتر باز امنیت خودت حفظ کنی جز کارترها باشی. یعنی اصلا هیچ جایش امن نیست، انگار هیچ نقطه امنی برای شما دیگه عملاً وجود نداره. اصلا تیپ‌های شخصیت‌های دیگه تو جامعه گمه دیگه. کسی دیگه این مثلا معلم، فقط این دکتر مثلا توی این آورده بود، مثلا تیپ شخصیت‌ها و کاراکترهای دیگه جامعه. نه زناش هم تیپ بودن، زنا هم یکی نویسنده بود یکی دکتر بود که اصلا حضور خیلی کوتاهی داشتن و البته تاثیر عمیقی روی مردها، ولی با وجود این آدم‌های دیگه ببین دکتر نویسنده ما چیز دیگه ازشون نمیدونستیم، پلیس بود چیز دیگه ازشون نمیدونستیم، از زندگیشون نمیدونستیم. فرمانده تبهکاران یه جورای مراد بود برای اون گروه و نوع آموزش هم نوع کارورزی معبدی بود. انگار بچه‌ها اومدن اینجا مثلا امر قدسی یاد بگیرن، داشت بهشون تبهکاری یاد میدن. اصلا تو داشت پلیس به خوش بگذره. آره بچه‌ها مثلا خوش بگذره. آره گیر سنت و معبد و اینا بود فرمانده تبهکاره. تا فرمانده پلیس مدرن‌تر و به قول شما اثرگذار از اون استعماری بیشتر این سمته بود. شما چیزی آره این پلان پایانی الان هم صحبت‌های شما هم مارال اصلا عدم اعتماد داشت، عدم امنیت داشت، جا طلبیه داشت. این لحظه‌ای که میگه آدم خوب میخوام باشم سسپنش میزنه ما از این حرفا نداریم. بعد به قول شما چرا نکرد؟ بخاطر شاید مثلا به قاضی شهر اعتماد نداشت. مثلا تا چه حد امکان داره پلیس آلوده این ماجرا باشه من الان خیر مطلق. تا چه حد خودش میاد. بعد اون همکاره میاد اون وسط که تیر خلاص تو پیشونی میزنه، اصلا همونجا دوباره شوک بهت میده. من جز فیلمایی بود که تو اون مثلا سال 2002 اینقدر پشت هم شوک داشتی، طرف کشته میشه. خب حالا من اگر یه فیلم عادی بود میگفت خب همکارش بود زده پلیس بوده، میگه نه منم تو کارتل بودم، از الان با هم دوباره آسانسور میره پایین دوباره تق میره اونم زده. این امر خودشی گفت من تو برادریم، تموم من برادر تو هم. آره بعد خب بیاد نگاه دو تاشون اصلا خلاف کارن. آره حالا یه نقشه بریزیم اونجا فضیلت گذاشتون کاری کرده. اصلا همینجوری پشت هم شوک مثلا ضربه یه پانچ لاین نبود، ده اصلا با مشت تو صورت بیننده داشت میزد. حالا یه داستان بچینیم رسیدیم پایین مثلا فلان تا اینا خودشم انداخته، خیلی پانچ لاین داشتن با یه مشت ولد نمی‌کرد بیننده رو. مثلا موقع میاد بیرون تو اصلا میمونی هاج و واج که کی خوبه کی بده کی خیره کی شره به کی اعتماد کنم اصلا. یعنی دقیقاً فقط تو فاصله آسانسور تصمیمشو گرفت، تا قبل از اون تو تردید بود. آره نزدیک اومد پایین دیگه کارت گذاشت و
آره رفت تو آیدنتیتی اون هویتی که قرار است بعد ادامهش دقیقاً اصلا یاد کنیم اونجا که قبل از این تو فاصله آسانسور تصمیم آخر آره هد شات که میکنه آره. اصلا اون صحنه که پلان هد شات میکنه وا هاج و واج بودن آره. این آدم همراه خود بیننده میبینیم تو صورت اون طرف. حتی موقعی که میگه منم جزء چیزم کارتلا هم برادرتم که از کنم پشت خوردی از جلو. آره اصلا هاج و واج اینجوری میره. بعد موقعی که آسانسور میشه آدم دیگه است. خب بازیش هم خیلی خوبه خیلی تو بهت و تردید بدون دیالوگ همزمان بیننده آره. هاج و واجه تا واسه لحظه که چشماش هم آسانسور چشم میخوره. آدمیه. آره ناخودآگاه قدرت نگاه پایین‌تر میاد. خیلی خوب بهت و نشون آره موقعی میاد دیگه آدم دیگه است. اون هاج و واجه نیست. هم تو مراسم هم همینجور خیلی آسمون پشتش و این یه شخصیتی که نمیدونه واقعا چی منتظرشه. با اینکه من بچه بودم دیدم و اصلا هیچی نمیدونستم، اصلا اینقدر تحت تاثیر که تا الان که مثلا 40 سالم تو ذهنم این فیلم اصلا اسمش رو نمیدونستم چیه. برام این موقع قرار گفتم اونه ولی آره اصلا به چشم نیومد دیپارتد دیگه. تخت‌نشینان، سرنشینان، پرنشینان هم نگاه کنیم. من می‌خواستم بگم که این که کل زمان این که اون کسی که نماد خیر بود همیشه لباسای تیره پوشیده بود و اون کسی که نماد یعنی شر بود همیشه لباسای روشن پوشیده بودن، خیلی جالبه که قشنگ جاشون عوض شده و این از دست رفتن هویتی که چرا بهش اعتماد کرد نمیشه اعتماد کردن بازم جالب بودش. آره دقیقاً. و اینکه اون همیشه آراسته بود، این همیشه تیپ خراباتی و لاتی و دقیقاً همچین چیزی بود. آره این نکته هم جالب بود دیگه. یا تو صحنه آسانسور که داشت میمد پایین برای شما هم سوال پیش اومد که کی رو داره میکشه یا مثلا همه مطمئن بودن که شخصیت اصلی داره نفر دوم؟ برای من که اون صحنه خوب بود، یعنی گفت که بیا نه من کاملا گول خوردم. موقعی که داشتم میومدم پایین با فقط صدای شلیک میشه گفت بیا نقشه بکشیم آره، ببینیم چی کار آره. کنیم. نه من خودم به عنوان بیننده عام و فیلم دوست نه من گول خوردم. برای همین گفتم شوک شد. دیدی که تفنگشو داد دست اون اصلا نشون داد. نه دیگه تفنگو داد گفت بیا تفنگو پاک کرد داد دستش. آره دیگه تفنگ خودش بود. تنها کسی که تفنگ آره. دستش بود همون بود. نه تفنگ بهش داد که اون خالی کرد. خالی کرد. تفنگ نداشت خودش خالی کرد. برای همین اصلا اونو بهش داد. آره خودش نه که خب تفنگ نه میگم من دوتاشون موقع هم پسری که اونو کشت اسلحه داشت اونم اسلحه اون دستش بود، دوتاشون چیزی اسلحه نبود. به دست بودن. نه من چون گفت بیا نقشه بریزیم ما با هم برابریم اصلا یارو نجاتش داده. اصلا کل داستان ها من که آقا تو رفیقش نجاتش هم دادی برادر. من گول من یه خوردم لحظه گفتم نکنه اومد اینجا گفت دیگه من پشت سر تو هم داخل آسانسور بشه، نقشه‌شو ها. کشیده بود یا مثلا شب نیروز. نه من کاملا میتونم بگم گول خوردم، چون اون موقع چه الان یادم نمیاد. ولی فیلم به این سمت رفت که گولتون نزنه. آره نشانه هایی داشت که میتونه باشه ولی من با اون میدن نه. یه موقعی بود ما با یه گروه بودیم مرتب فیلم دیدیم و صحبت میکردیم دیگه، انقدر فیلم دیده بودیم که میگفتیم که خب مثلا ما میدونستیم که این اتفاق میفته، ما چون که فیلمنامه هم دقیق خونده بودیم و میدونستیم. بعد دیگه دفعه یکی از بچه‌ها گفت که بچه‌ها بس دیگه یه خورده اجازه بدین گول بخورید، لذت فیلم از دست میره و یه ذره بذارید کارگردان گولتون بزنه. و ما دیگه اونجا نشستیم دقت کردیم ببینیم کارگردان کجا میخواد گول بزنه کجا نمیخواد گول بزنه. و دقیقاً من اینجا احساس کردم که کارگردان با توجه به چیزهایی که داد دست ما تا به اینجا خیلی قصد گول زدن نداشت. یعنی میخواست بگه که نه این آدم دیگه داره تغییر میکنه، این آدم همونجور که گفت میخوام تغییر کنم داره تغییر میکنه. حالا این که چقدر موفق باشه، موفق هست یا نیست، این دیگه در ادامه ماجرا و اینکه اصلا اتفاق بیفته یا نیفته. ولی خب این که حالا بازم گول خوردیم مثلا جذابه. ندونه که چجوریه بازم جذابه. شما کم صحبت کردین امروز. من یه خوردی انگار اینا قیافه هاشون شبیه همه تو کره اینجوری میشن. ولی واقعا شاهکار، خیلی اصلا باورم نمیشه یک کشور تحت استعمار همچین سینمایی همچین تفکری فلسفه داشت، همچین فلسفه‌ای به نظر واسه. بعد خیلی هم بزرگ نیست، ریزه خیلی کوچیکه.
ولی مثلا دفعه این دو فولا باشه می‌بینی که واقعا شاهکار بود. اینم هم بازم داریم؟ آره بازم دیگه می‌بینی؟ یه جلسه دیگه بازم هنگ کنگ داریم که من واقعا همچنان نمیدونم چی پخش کنم، ولی به نظر من اصلا شما چجوری سوال میپرسید که به چه نتیجه میرسید در زندگی؟ این خیلی مهمه، این که ما چه پرسشی از خودمون داریم که به چی میرسیم. یک فیلم خیلی ساده ببینید اتفاقا. مثلا ما یه فیلم مثلا چند وقت پیش دیدیم، من با همین گردنم مجبور بودم ببینم به خاطر اینکه پادکستش رو باید با بچه‌ها 3 نفر بودیم و باید پر می‌کردیم. دلاین به خاطر اینکه دیگه همنشین آقای فاروقی و شما شدن، داشتیم راجع به این که مثلا خب این شعار داده این شعار داره و من گفتم شعار بده. مگه شعار چه ایرادی داره؟ مگه شعار چه ایرادی داره؟ چرا ما فکر میکنیم یک چیزی اگر شعار داد لزوماً بده؟ این شعار مضامین صریح اونه. اصلا اون داره این شعار رو میده که شما به عنوان یک بیننده سینما نبین فقط اون شعارش رو ببینی، نری تو مضامین ذهنیش دقت بکنی. اون اصلا برای تو نساخته و واقعا اینجوریه که ذهن خودمون رو به چالش بکشیم و ببینیم زیر این لایه ها چه قراره و ببینیم چرا فیلمی مثل پرستیژ فیلم مهمیه، چه شخصیت هایی توی این فیلم دارن به ما شناسونده میشن، چه کاری داره با دنیای خودش و دنیای ما میکنه. ببینید خیلی فیلم هایی که باز تعریف میکنن اسطوره ها رو، خیلی فیلم هایی که سیاه و سفید رو رنگ سیاه و سفید رو برای ما باز تعریف میکنن. این مال ویدیو آرت هفته است که قرار پخش بشه. باز تعریف میکنن مضامین رو برای ما، رنگ سیاه و سفید رو برای ما باز تعریف میکنن. خیلی فیلم مهمیه. پس بنابراین به خودتون شک نکنید، شما فیلمبینای حرفه‌ای و فوق‌العاده‌ای هستید. هر جمله‌ای که از دهنتون در میاد واقعا یه درس برای من و خوشحالم که راضی بودید از فیلم. درود بر شما. مرسی از همه. خیلی زحمت زحمت مرسی، خواهش می‌کنم. فقط اینم میگم بچه‌ها، من چون